و از این لحظه بازی آغاز میشه. برای تیم استقلال سینا سعیدی فر در اون دروازه قرار پاسون استقلال میزنن، یه پاس پشت دفاع ببینیم با این توپ چیکار میکنن. گل اول آیا به ثمر میرسه یا خیر؟ و اونجا محمد زخباری یه مهاجی حرکت میکنه میزنه و توی دروازه 1-0 به نفع استقلال. چند از بازیکن استقلال داخل محوطه فرصت و باز هم محمد زخباری 3 نفره اسدی خودش میزنه به سمت چارچوب. سینا سعیدی فر جمع کرد موقعیت برای قنبری، یه پاس اونجا میتونن گل مساوی رو بزنن یا خیر؟ و اونجا دیدی به قشنگ میزنه مهدی قائدی، خود قائدی جلو میره تک به تک و باز هم محمد زخباری یه سر متحری تک به تک. آفساید نیست، ببینیم بالاخره دروازه باز میشه یا خیر؟ و توی دروازه مهدی قائدی مغلوب کرده در این یه ضربه و توی دروازه یه سوپر گل. ابوالفضل میزنن کرنر رو داخل منطقه جریمه، فرصت برای بازیکن تراکتور و سعیدی فر هم قرارش نمیداد آقای ساپینتو. ضربه سنگین و توی دروازه گل اول برای تیمه با 3 گل زده. یه گل از ساقبی جلو افتاد، اونجا یه اشتباه مهدی قائدی توپو میگیره و توی دروازه هتریک مهدی قائدی. حالا کیا الان کاپیتان استقلال مهدی قائدی شد و گل، دروازه باز میشه از سمت راست. چه ارسال دارن بازیکن استقلال، یه ارسال و گل ششم استقلال. یه موقعیت و سینا سعیدی فر تو میره داخل منطقه جریمه، رو به بیرون، فرصت و توی دروازه 7-1 و سوت پایان بازی برتری 7-1 استقلال در مقابل تراکتور. امیدوارم از این بازی لذت برده باشین. تا در بعد همتون رو به همراه همکار